اما در داخل وطن ما کارهایی را باید انجام بدیم که برای آینده فرزندامون نجات پیدا کنند. ما دست اون جوان مردایی که در داخل 5 صورت رحمانوف دراندین در دادین، ما دست شما را میفشورم. جوان مردایی که در رایان 5 این کار کردین، دست شما را واقعا ما میفشورم. ما باید تمام سختی ها را بکشیم. ما باید زندان قبول بکنیم. ما باید شهادت قبول بکنیم. ما باید تمام سختی ها را بکشیم. شاید در ذهنتون بیاید که نگاه که مردم به چی دعوت کرده ایستاده است. خودش در یوروپا رفتگی ششتگی است. تا دیروز بر راهبر گروه 24 سهراب ظفر همین سخن ها گفته میشه. تا دیروز به عمر علی قوتوف همین گپا گفته میشد. اصلا کاری نداره، نه به حکومت کار داره، نه به مخالفین کار داره. فقط یک پرنده ای که همین از اطراف شیشتگی است و تماشا میکنه. به همین فکر است که خی خدا تنجش کنه. خدا برای تو که آدم عقل دادگی، خدا توسط تو تنجش میکنه. خدا ایره برطرف توسط تو میکنش.